بیا خیانت کنیم به نبودن، به ندیدن. یعنی هر هفته خانواده ها، مجردا، نسل زدی ها دور هم جمع بشیم و برنامه پازل رو ببینیم پنجشنبه شبا. من قرار راجع به موضوعات داغ و ترند و وایرال هر هفته صحبت کنم. هر کدوم از این اخبار و اتفاقات داغ و خبرساز در قالب یک قطعه ای از پازله. بریم حالا سراغ قطعه اول. اولین گودبای پارتی دست جمعی توی تهران بالاخره برگزار شد. یک وداع، یک خداحافظی تلخ با شهری که قرار به زودی تخلیه بشه. آقای رئیس جمهور اعلام کردن که اگر توی ماه آذر بارندگی نداشته باشیم توی تهران، باید تهران رو تخلیه کنیم. خلاصه 9 میلیون 10 میلیون تهرانی عزیز به فکر باشید که قرار به زودی وسایل رو برداریم و خوش گردین. و همه تقصیرها من معتقدم که گردن خودمونه، یعنی تقصیر خودمونه. ما صرفه جویی کردن رو یاد نگرفتیم. یعنی همه چیز از همین لیوان دست ما شروع میشه. اون لیوان معروف اون سال اگر صرفه جویی میکردیم، آبش رو نمیدادیم میساقی بخوره، الان با این مشکل مواجه نمیشدیم. اما هیچ ایرادی نداره. به هر حال پارتی خداحافظی و گودبای پارتی برگزار شده. یک کنسرت بزرگ در وسط میدون انقلاب، کاملا رایگان با اجرای 5 تا از خواننده‌های پاپ. ولی به هر چیزی شبیه بود الا کنسرت پاپ. در واقع انگار شما رفتی کنسرت سرود تیم ملی، کلی موزیک های حماسی، اون مابینش هم ممکنه چند تا ترک پاپ هم براتون پلی میشد، اون توی وله های سرودهای حماسی و ملی برگزار میشد. اما من با اینش هیچ مشکلی ندارم. همون شب اومدن اعلام کردن که سورپرایز داریم براتون. چی؟ سورپرایزمون چیه؟ کشیدم پایین مجسمه تندیس شاپور دوم. ما هم رفتیم، خیلی جذاب بود، همه چی خوب بود. گوگل کردیم دیدیم اون مجسمه، اون تندیس شاپور اوله. همینطور که اینجا دارید میبینید شاپور اول ساسانی بود که در واقع یکی از امپراتوری های روم رو به اسارت گرفته بود. ولی من نمیدونم واقعا چرا میگفتن شاپور دوم. اما از حق نگذریم، خیلی ترتمیز مجسمه رو ساختن و من فکر میکنم که صنعت تندیس سازی و مجسمه سازی در ایران واقعا پیشرفت خیلی زیادی داشته تو این چند سال اخیر. چون ما تا همین چند وقت پیش مجسمه ها جوری بودن، تندیس ها جوری بودن که فرق بین انسان و شیر و پلنگ رو متوجه نمی شدیم. قطعه دوم پازل، غرب وحشی بالاخره اهلی شد. همون هفته پیش که ما در حال گودبای پارتی بودیم توی تهران، در اون ور دنیا، در اون کشوری که ما همیشه باش چالش داریم و مشکل داریم، یک جوان دهه 70 اومد و شهردار نیویورک شد. آقای زهران ممدانی که یک مسلمان شیعه هستن شدن شهردار نیویورک. I am Muslim. و همونجا یک پیام داشت برای همشهریای خودش، برای نیویورکیای عزیز که گفت ما حتی اگر قحطی هم بیاد، بارندگی هم نیاد، شهر رو ترک نمی کنیم. شما هم لطفاً شهر رو ترک نکنید، شما نماز باران قرار برگزار کنید. این آقای زهران ممدانی اومد یه سری شعارهایی داد، یک سری وعده هایی داد به نیویورکیا، به شهروندان خودش که این ویدیو رو ببینید، همه چی داخلش مشخص. تمامی اتوبوس ها را رایگان می کنم، اجاره بهای مسکن را ثابت نگه می دارم، خانه مغروم به صرفه می سازم، از تمامی کودکان در جهان به صورت رایگان مراقبت می کنم، فروشگاه‌های مواد غذایی یارانه‌دار دولتی افتتاح می‌کنم. همچنین یک پیام داشت برای آقای ترامپ که خالی از لطف نیست، اینم ببینید. خب دونالد ترامپ، میدونم که داری تماشا می‌کنی. 4 کلمه برات دارم. لطفاً با صدای بلند گوش کن. آینده در دستان ماست. همون شهری که تو رو از دل خود بیرون کشیده. اکنون به تمام کشور نشان خواهم داد که چگونه باید تو رو شکست. برای رسیدن به هر کدوم از ما باید از همه ما بگذریم. خب آقای ترامپ هم که هیچ موقع ساکت نمیشین دیگه، ترامپ هم جوابشو داد. حتی نظر راجع به زهران ممدانی چیه؟ اون کمونیسته، نه سوسیالیست. اون خیلی بدتر از یه سوسیالیسته. بعضیا ممدانی رو نسخه چپگرای شما میدونن، کاریزماتیک، قانون شکن. نظرتون چیه؟ خب من خیلی خوش قیافه ترم. خب حالا من میخوام نظر شخصی خودمون بگم برای چهره جدید شهر نیویورک، شهر گرگ وال استریت، شهر بتمن ها، شهر
جوکرها، شهری که در و دیوارش نوشته بود Welcome to the city that never sleeps، ولی الان ممکنه ببینید Welcome to the city that never drinks. ممکنه به زودی مشروبات الکلی توی نیویورک غیر قانونی بشه، ممنوع بشه، ولی از همینجا یه پیام دارم برای جوانان نیویورکی عزیز که دارن این ویدیو رو تماشا میکنند. همینطور که اینجا میبینید شما میتونید از این کاپشن هایی که اینجا هست سفارش بدید و اون زهرماری رو داخلش بریزید و هیچ کس هم متوجه نمیشه. گفته میشه که فصل جدید سریال فرندز که هممون باش خاطره داریم با اسم جدید The Brothers برادران منتشر بشه به زودی، یا حتی سریال La Casa de Papel. آره همون مانی هایست ممکنه حتی به زودی اسمش تبدیل بشه به زکات هایست. آره میان دیگه دزدی و سرقت از بانک نیست موضوعش، دیگه برمیگرده به توزیع زکات بین نیازمندان نیویورکی. یا حتی سریال مجموعه هری پاتر هم میتونه اسمش عوض بشه. چی من پیشنهاد میدیم؟ مثلا خادمان حرم. نه حاجی پاتر. آره که مثلا اون دیگه با یک ذکر بزنه اون گاب صندوق‌ها رو باز کنه، به جای اینکه اون ذکر معروف خودش ذریعه. حتی سریال بریکینگ بد، آره بریکینگ بد به نظر من میتونه اسمش بیاد بریکینگ فست، از فستینگ بیاد، از روزه و روزه‌داری و اینطور داستانا میتونه بیاد. آره اصلا من یه پیشنهاد دارم برای میدان تایمز اسکوئر که میشه اسمشو گذاشت نه اسلامی گویم نماز اسکوئر. اصلا خیابونه از آن پخش بشه نماز و میتونه چهره جدید و جذابی داشته باشه. قطعه سوم پازل ایران پرسس. اختراع اولین دستگاه سسپاش یا سسریز تمام اتومات یا سسانداز تمام اتومات در ایران برای اولین بار. دستگاهی که مشاهده میکنید دستگاه سسان اتوماتیک هست. یک شرکت دانش بنیان همینطور که ویدیو رو دارید تماشا میکنید برای اولین بار دستگاه سسپاش تمام اتومات رو اختراع کرد. یعنی ما واقعا توی ایران خب هیچ مشکلی نداریم دیگه، ما فقط مشکلمون کمبود سسپاشه که خب به لطف برادران و تکنولوژی که جدیداً عرضه شده این مشکل هم برطرف شده. البته ما در زمینه تکنولوژی های هسته‌ای هم به پیشرفت‌های بسیار زیادی رسیدیم. دوباره یه شرکت دیگه اومده از تکنولوژی نانو هسته‌ای استفاده کرده و به واسطه یک شمع همونطور که دارید می‌بینید دیگه نیاز شما رو از آب گرم کن و سیستم‌های گرمایشی شما رو کاملا بی‌نیاز کرده. البته ما در زمینه هوش مصنوعی هم ساکت ننشستیم و حرفایی برای گفتن داریم. اولین قبر یا قبرستان هوش مصنوعی هم برای اولین بار در ایران ساخته شد. خب بچه‌ها ما توی پازل هم گاهی وقتا قراره یه سری نکات آموزشی بهتون بگیم دیگه. امروز من میخوام راجع به یکی از آموزش هایی که من در هفته گذشته یاد گرفتم و واقعا به دردم خورد با شما به اشتراک بذارم. شما همین الان دختر و پسر فرقی نمیکنه، همتون چه از داخل تلگرام و چه از داخل واتساپ برین چتی که با گفتگویی که با دوستتون، پارتنرتون، شریکتون داشتین رو خروجی بگیرین ازش. این خروجیه رو داخل تلگرام و واتساپ هم داره یا نهایتا کامنت بذار میفرستین چیزی. آره دیگه خروجی میگیری ازش، خروجی جیسن ازش میگیری. این خروجی رو بده به هوش مصنوعی، یعنی کل چت های شما تاریخچه چت هاتون رو خروجی میگیری میدی هوش مصنوعی. هوش مصنوعی برات آنالیز میکنه این رابطه مشکلش کجاست، مشکل خود شما کجاست، مشکل پارتنرت کجاست و حتی بعدش هوش مصنوعی میتونه مشاوره بهتون بده، راهنمایی بهتون بده. و واقعیتش رو بخواید من هفته پیش با همین تکنیک تونستم یک کار خیر و جالبی انجام بدم. خلاصه امیدوارم که براتون مفید باشه. اگر استفاده کردید نظرتون رو حتما توی کامنت ها برام بنویسید. خب متاسفانه با خبر شدیم که داریم میرسیم کم کم به انتهای قسمت دوم پازل. اگر قسمت اول رو تماشا نکردید یک کاور الان اینجا براتون میاد، روش کلیک کنید میتونید قسمت اول رو تماشا کنید. مرسی عزیزان دل که تا انتهای ویدیو همراه من هستید، صحبت‌های منو میشنوید. هفته دیگه میبینمتون.
البته شما منو میبینید، من که نمیتونم. یه هفته دیگه منو میبینید و خدا نگهدار.